روزهای اول روزاداری گشنگی آنقدر حس نمی‌کنیم، تشنگی هم نیست و هوا کمتر گرم است. برای همون گرمی هوا کمتر عذاب می‌کشیم. تمام. روزهای خوبه، روزهای بسیار آرام، آسوده، تنج. از چی بسیار خرابه؟ هیچ یگان مشکلی نیست. برعکس سبکی های خوبی های روح وجود انسان پاک می شود از یک ساله آن غذاهایی که گرفتیم، آن کارهایی کردیم. روزهای اولی رمضان برای بسیاری آدمان دشوار است، برای آنکه در این روزها آدمان تشنه میمانند. گرسنگی را آنقدر حس نمیکنی ولی تشنگی را بسیارتر حس میکنی. و اساسا برای من روز اول رمضان خیلی دشوار بود. من تشنه ماندم چون که هوا گرم است در وطن ما و بسیاری وقت در مشروطه ها میشینی، آدمان را میبینی که با پاساژیران یعنی جنگ میکنن، داد میزنن. آره وقت تمام گذاشتم مقصد میریم کتابخانه سالخین است، کتاب میخونیم، گازیت ها است، گازیت ها میخونیم، مجله روزنامه میخونیم. و وقتی بکره با اون کینوهای فیلم های هست که مخصوص برای امی چی رمضان وای میشود. موافق میآید امی فیلم های اسلامی را تماشا میکنیم، کمتر یک ساعت 2 ساعت مونت با امی صرف میکنیم. روزهای اولین روزه بهاد آسان میگذرد، از هیچی تنگ نمیکشیم و فقط آب خوردن میخوریم که هوا گرم که هست میخورد که دم به دم آب خودی همین هم میشود طاقت کردن. همین که روزهای ما اونقدر هم دراز نیستن. کار با کی هستیم از سحر میریم کار تو بیگونی کار میکنیم، بعد که تو میبیاییم یک خونه به یگان طعام تیار میکنیم، بعد روز میگذرد بسیار. هر یک ما از روی نیتش، از روی اخلاصش، همون چی که نیت اخلاص داشته باشد و به فکر من رمضان افضلی میگذراند. این همین 3 روز باید هم عصبانی میشد که از من همین خصلت‌های من آب نوشید، خوردن اینا همیشه ما عادت کردیم که و اوستا برای همون پیشتر چی میکنن رمضان همه یکم روزش نمیگرفتن و یک 10 روزش بود، یک 5 روزش بود. پیش از رمضان آدم تیاریش دینش در کار، فکر کردنش در کار، با عقلش کتی که یک کس گفتگویی که من روزه گفتم به یک کس با وای کردنش در کار نه. همه روزه برای خوش میگیرد. با فکر من بسیارتر کتاب خوندن نکن، کتاب‌های دینی خوندتون. من وقت نمیرسد وقتای همین روزهای کوری به من این وقتای دین چقدر خدا به نزدیک شیطان همقدر پروردگار باز شما با گفتگویی که مشکلاتون رو آسان میکند. یگان مشکلی نیست، خودش میگویند در همین عرفیت که قوه میدهد. برای من هیچ خیل تشنگی و گرسنگی حسیات ندارم. در این هوا بسیاری کس هم قریب عصبانی هستند، مثلا یکی تشنه دیگری گشنه. خیلی بعضی که آدمایی که سیگار میکشند خیلی با وای بسیارتر عصبانی میشن. خیلی برای رفع عصبانیت یگان جو چرخزنی برای جوی سالخین مثلا گیریم، یگان باغ